بسیار درود عرض و احترامات هموطنای عزیز. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشین. امروز صحبت ما کمی درباره آینده تاجیکستان میرود. و در همین مسئله میخواهیم صحبت کنیم. آینده تاجیکستان یا نمیدونم انقلاب میگن. بسیار آدم ها طلب انقلاب دارن. میگن چرا 10 سال میشه در تاجیکستان، مثلا 15 سال میشه انقلاب نمیشه. میگن در همین موضوع، در همین باره بگیم که کمی من همون مسئله هایی که بود گفتم. انقلاب چه خیل می شود، خب انقلاب چی از خودش و چرا باید انقلاب شود. اولین سوال است، انقلاب چرا باید شود؟ تگی سوال است. همین مسئله ها دا بگیم که من مسئله های تاریخی، انقلاب های تاریخی، همین چیزها را بسیار گفتم. امروز تصمیم گرفتم که در این مسئله کمی صحبت کنم. اگر نمیدونم پایده داشته باشه شما دا خوب است، نیکی نداشته باشه دیگر توکلش به خدا است. چرا باید انقلاب شود؟ چرا انقلاب میخوای؟ سوال. انقلاب تو برای چی میخوای؟ چرا تغییرات میخوای؟ گفتگی سوال پیدا میشود. خب کی انقلاب میشود؟ یه هم سوال است. خب همین جواب خود چه داشت است. متاسفانه درست همون نمیفهمیم این چیزا را. نه که هر یک تاش جواب خود چه داره. انقلاب کی میشود؟ چرا باید انقلاب شود؟ چرا تو نمیخواهی ساختار حاضرت؟ اگر ساختار ایواز شود تو چی کار میکنی در اونجا؟ و ایواز شدن ساختار همون دولت خود آینده شد چی میبینی؟ همه خیل بگیم که سوالو زیاد است. اگر همین سوالو در شما جواب داشته باشین میتونین بنویسین. امروزه انقلاب خواهی ما مثل یک زنی که حامله‌دار میشوه و بعدن اگه ما خلاقا یورگ میگیم، یورگ بلبت میگیم، نمیدونم شما چی میگین، سرتاریک میگین، نه سرتاریک. بعد او زن دم بنان میخواهد، دم پامیدور میخواهد، دم بادرنگ میخواهد، دم نمیدونم هر چی دلش سیو میکشه، همه چی را دلش میکشه میاره، اینی که نمیخوره. امروزه انقلاب خواهی ما مثل همون بگیم که همون حالتی همین سرتاریکی یک زن بر این است. ما میخواهیم، نه که در دست آمد ما استفاده بردش نمیتونیم. ما خواهش داریم، میخواهیم انقلاب شود، اما برای چی انقلاب شود اینا نمیدونیم. فقط سببش چی میگیم؟ ای نه ما مردی کاریم، ما مالی ما را غلام کرد، عذاب کرد، ما میریم در آسیا کار میکنیم، اگر انقلاب شود ما. برادری عزیزم، انقلاب شود چی کار میکنی؟ گفتگی سوال است. چی کار میکنی؟ ای انقلاب شود ما نه ایتری میکنم و تری میکنم نمیگذاره. کنکریت نه مقصد داری؟ نداری. همه خیلی است؟ نیست. اگر در جای ممالی نمیدونم رحمان علی میشید یا حیتالی یا هویتالی میشید، آیا زندگی تو تغییر میکرد؟ نه. زندگی یک ملت پرزیدنت تغییر میته یا خود انسان، اما خلقیت؟ البته که خلقیت خودش تغییر میته.
چرا 10 سال است انقلاب نمیشود؟ سوال است. برای انقلاب کردن فهمیش و مقصدی آینده در کار است. چرا انقلاب نیست؟ برای که برای ما مقصدی آینده نیست. میفهمی؟ یعنی ملا میخواه دولت دینی کنه، یک گی میخواه دولتی بگیم همونطوری دولت کنه، یک بانگیش میخواه که دولت باید بانگیگی باشه، یا هنگیش میخواه که دولت باید هنگیگی باشه و کیفی چه. یعنی هر یک انسان انتظاری از انقلاب آزادی و نمیدونم همون کیفیت خودش است. میگه انقلاب شوه خیر نمی دیگر همون کنتی آسان میشه و زور میشه، اما با حضور میکنی میکوره. گوش میگه همین انقلاب شوه همین نشه آزاد شوه بزنیم بگردیم کیف کرده. دزدش میگه همین انقلاب شوه همین ممالی گم شوه قلن همین دزد پیشی کنیم میگه جریمه مون میکنه قلن ترمه مون نمیکنه. خلاص هر یک انسان در پشت انقلاب مقصدی خودشه داره، یعنی که همون خواهشاتی خودشه داره، مقصد نه خواهشات. یدین مقصد یعنی یک مقصده که ملت چی میخواه و مردم آینده تاجیکستان ما چه خیل میسازیم، این چیزا بگیم که یگان تای بگیم همین یگان تای ما اوته نداریم، نیست. میفهمین نمیره. برای همین هم نیز انقلاب نمیشود. شیدن انقلاب مشکل است. برای چی؟ برای که جامعه مقصد یکه ندارن. ما جامعه نداریم یگان تمام مقصد یکه. عادی ترین چیزا نشان داد. مثال میگیریم عادی ترین در جامعه کسی نمیخواد که یک خلق یا مدنیت فرهنگ تمدن مکتب خیچه داشته باشه. مثال عادی ترین چیز یک جوانی که خودش در تمام زندگیش مشکل در داخل نمیدونم عذاب و خطاب و اینمی چیز است، نه که اگر که نمی ریاکسیا کنم خیلی تاک واری استادگی است، نمی خلق بگو یا نمیدونم یک چیز بگو کن مخیزه چخلو نه. مثال میگیریم نه، مثال عادی شا گفته ایستاده میگه پا هیچ کس اگر بگوی که مثال خیلی انقلاب شوه همین چیزا من میشوه، همتر انسانو میگه تو چی گفتی استی را من میکنی، چی به تو من میکنی. یعنی ریاکسیای مردم همه به خواهشات خود طلب دارن. مقصد ساختن آینده این دولت یا نمیدونم یک چیز دیگر و کسی نیست و برای ساختن مقصد باید علم در کار است. علم در جایی که علم نیست، اگر دونالد ترامپ هم روز در تاجیکستان پرزیدنت مون پیش نمی رود تاجیکستان، مگر هم دونالد ترامپ هم جمع کردگی پول چیزوش بیاره فقط مردم ما را چیکار کنه بخرونه دیگر علاج نیست بیرون از خروندن. یعنی که ملتی که به علم عاشق نیست او ملت پیشرفت کرده نمیتونه. اینجا دیگر انقلاب تغییر شدن امام علی به رحمان علی این چیزا فایده نداره. همه انتظار است که کی پرزیدنت میآید ما را میخرونه میپشونه برای ما کار خوب میکنه برای ما نمیدونم یک پیشروی میکنه. یعنی همه مردم این مقصد است یک کس میاد با ما بده ما بخریمش. فهمیدی؟ باز اینمی تمام جوانایی که در همین روسیه هستین در غربی هستین، من برای چی گپا میگم؟ برای که ما اینا یکم 12 سال میشود 10 سال 12 سال میشود در اروپا هستیم. در اروپا هستیم. ما عادی ترین مقایسه میارم 5 سال یا 6 سال اخیر ازبک‌ها مردم ازبکستان خلق ازبکستان
самарқанду бухоро ва дигар зиёда аз 50 ресторану магазин кушодан дар хиди ҳамин Полша. зиёда аз 50 магазин ресторан кушодан дар ҳамин 5 сол. мо дар 10 сол ядона чиз кушодагӣ нест. яъне ин чиро нишон медиҳад? мо созанда нестем. аз он ҷумла эмомалиам, аз он ҷумла дигарам. ин гап дар сари Эмомалӣ намеравад. 33 сол Эмомалӣ президент аст, мо дар Россия ҳастем. мо берун аз хитфурӯшиву тоҷикистони фурӯшӣ то занои Тоҷикистона гирифтем бурдем дар дигар миллатҳо, дар сехҳои дигар миллатҳо ва мон пухтупазхонаҳо ва ғайраҳо бурдан занои тоҷика фурӯхтанд. ман худам шоҳидаш ҳастам. аз Тоҷикистон бурдан занора фурӯхта, пул гирифта гирехта рафтанд. онамо зан маҷбур аст ки пули як кас гирифта гирехтагира 1 сол дар оҷа отрабатват куна, яъне кор куна. пул паспортошон аз алоқ дода, пула гирифта гирехта рафтагӣ аст. яъне ин масъалаи худмон аст. мо чикор кардем дар Россия 30 сол? берун аз ғуломӣ берун набаромадем. хоб яъне ин буд асл минуси худи халқе ки имрӯз инқилоб мехоҳад. имрӯз дар Тоҷикистон тағйирот мехоҳанд. яъне ки бисёр мутаассифона ҳастам. чӣ кор мекунӣ баъд ина тағйирот шавад? чӣ кор мекунӣ? хоб тағйироти Тоҷикистона интизор нашем. мисол мегирем, ин имконияте ки дар Аврупо доштем, дар инҷа на Эмомалӣ буд, на Раҳмоналӣ буд, на Ғайриалӣ буд. оё мо метавонистем ки дар ҳаминҷа як системаи зур созем, тамоми мардуми ҳамин Тоҷикистон бигем ҷавоно якҷоя сарҷам шем, як сет бикушоем нормал. давайте наишаб мо дар ҳаминҷа ҳам якдигара фаҳм мекунем. оли куҷо раса барои мо бигем ки дар Тоҷикистон ё намедонам он шансе ки Эмомалӣ барои мо метаҳад ки давай фаҳм кунен якдигаритона, чӣ хеле метавонен бидизден, бихӯрен, ғорат кунен. шанс аст дар Тоҷикистон ғорат. дар ҳаминҷа дар як ҷои бешансӣ мо якдигара фаҳм мекунем. мефаҳмед? ҳамаи мо орзуи намедонам раҳбар будан надорем. ҳамаи мо орзу дорем ки як кас моро ака бига дар пеши мо сар хам куна. мо баробарӣ намехоҳем дар ҳамин давлати озодӣ, ки дар ҳолате ки бо худмон як мардуми гиреза ҳастем. ин ҳаминҷа на милиса пул та мегиранд, на балинса пул та мегиранд, на дигар чиз. ҳамин қонунро риоя кун, биза тиҷората. ба худо ин ҳамин афғон аст. ин ҳозир ман намедонам аз ин тама бигардам да. ин кумошот медорам пешиш. ҷои парковка боша агар намеёда. ина ҳа. намедонам ки инҷа ҷои парковка нест, дами раҳ. афғон аст. полякиро намедонам. ба бисмилло қасам аст ку дуруст намедонам полякиро. кабоб дора. яъне ки шавармахона, шаварма ва бо пухтупазои баъзи чизои афғонӣ дорад. намедонам. омадагиш 3 сол шидагӣ аст. 3 сол. ин мисол 3-ум сол аст. ман як рӯз омадам, ҳаминҷа случай надор омадам, мондам ҳаминҷа. мегӯям ки хурдум 3 сол шидагӣ аст омадагиш. намедонам. соз гап зада наметавона полякиро. аммо ин қайқа бигем ҳама англисӣ дора. ҳама англисиш ҳам ранги урусии мо ворӣ аст. дар 3 сол. дута ҷавонанд, ду кас. просто рафиқ шиданд. якеш камтар финанс дошт, яке дигаш бигем ки тавоноии ҳаракати кор кушоданд, кор карда истоданд. спокойно. мефаҳмед намира? ҷавонои Афғонистонанд. лекин мо ғайрати чини ҷавони Афғонистона надорем. аммо мо каким то образом тағйирот мехоҳем.
چیکار میکنیم بعد این تغییرات؟ میگه ولی خیلی ممایل نباشه ما خودمون میدونیم چیکار کردن. اینا در اروپا ممایل نیست، چیکار کردیم؟ تگی سوال است. برای همون برادرای عزیزم، چرا انقلاب نمیشود؟ برای که مقصد نیست. مقصد نیست. همه انتظار است. هیچ کی مقصد نداره. همه انتظار. علی ایوالی انتظار است. ولی ایالی انتظار است. هیتلی ای شوالی انتظار است. شوالی ای هیتلی انتظار است. خشم اگر نمیکنه نمیخه میکنیم نم تین شو اگر ما سرجم میشیم. ما میتونیم سرجم شده کرده. فقط برای ما نمی تینجی در کار است. ما تینجی نداریم که ما همه چیزا را کردن نتونستیم. یا همش بگیم که بیش از یک کلمه دروغ و سفسطه خدا رام کنی دیگر چیزی دیگر من اینجا بیستم لب زنم دوستای عزیز باید حرکت کنم. اینجا بیستم کم تا گپ زنم ما باید حرکت کنم. فهمیدین؟ یعنی ما متحدی نداریم. این جای تنقید نیست، این جای تحقیر نیست. بعضا حالت میشه ولی بعضی آدم اشتباه میکنه. این هیچ جای چی نداره اشتباه. اما او اشتباه را باید بشینی قطعی هم آدم الهیده یا که نمیدونم دو سه نفر دیگر بشینی بگوی برادر اشتباه است. ما طلب وظیفه هستیم. ما طلب خودسازی نیستیم. ما طلب ساختن نیستیم. ما نمی حاضر باید رهبر شیم. من برآمدیم اینگه گفتکو باید ما را هم رئیس بگه اکا بگنم تریکنه. ما این چیز انتظار هستیم. ما همه خیلی طلب داریم. ما همه خیلی خواهشات ها قطع تولد میشیم در این دنیا. باید همه ما رئیس باشه. نمیدونم کی برای ما بگیم که برادری باشه. ما در برابری وجود نداره. ما برابر نیستیم. ما برابری را نمیخوایم. دو کس بشینیم همین در حالت شیشتنی ما یکیمون از یک دیگری خودمون بلندتر حساب کرده باید بیستیم. باید ما بلندتر بیستیم. کو نم خیلی گرد است. کی را پچینیت میکنه. کی را اکا میگه. ما برابری نداریم در یک اونجا. ما متاسفانه برای همین هم نیز ما نداریم. انقلاب نمیشود. این انقلاب از کجا شود؟ کی را انتظار است؟ در زمین همی یگان تمام آینده ساز نیستیم. یگان تمام ایرا ریال نقبول کنیم. همی اگر امام علی را بگیم فردا 3 روز بعدش همی احوال است. رحمون علی شمون همی میشود. حیتلی شمون همی میشود. دیگر شمون همی میشود. یعنی ما وقتی که این ایجا قیند است ایجا اومدی جای ایجا ای قیندی نیست سبزیده نتونستی همین درخت است. مثال یک جور سنگ زمین است. درخت نمی سبزه ساز میوه ساز نمیته. بله میگوی عیب زمین است. زمین سنگ داره. سنگو میجقه گرمی ده گرمی بد میشوه. بسیار آب طلب میکنه. سنگو گرم میشوه. ریشهاش ده میسوزانه. میگیم لیکن همین درخت که از اونجا کندی آوردی در یک جای دیگه شنوندی جایی که بگیم بسیار جای نمناکی همین ملایم زمین است. همین درخت 1 سال 2 سال بعد حاصل خوب میده. اگر ما همون درخت باشیم که ما سنگ زمین ده بدیم و اومدیم در یک زمین خوب ده که مثال گیریم شنوندیم خدمونه الان هم داریم حاصل نمیتیم. ما همون کدام یک درختی نمیدونم به حاصل هستیم. رزولتات در حیات ما نیست. اینا باید قبول کرد. نیست در حیات رزولتات. ما نداریم نخیر پردیشکر دستگیری برادر دوای بیا چیکار میکنی اینجا بیا جمع شم اینجا ما تو دینی بدینی تو این چیزا را او طرف ما همه چی را با عقیده شخصی خودمون چین میکنیم. اینمی دنیا را یک آدمی که بگیم دینی است کو او تمام چیزا با دین چین میکنه. یک انسانی نمیدونم همون نارکمان است تمام چیزا با همون حیاتی نارکوتیکی چین میکنه.
ما دنیا را ریال چین کرده نتونسته ایستادیم که ای برادر دنیای خیلی است. برای تو چیکار میکنی کدام بگی، ایش چیکار میکنه کدام بگی، نیکی برای پیش رفتن باید ما چیکار کنیم؟ گفتگی سوال است. اینی میده جواب نیست. همین. تو روزه گرفتی نگرفتی، تو نمازات خوندی نخوندی، تو مسجد میرای نمیرای، تو چیکار ای بچه تو چیکار داری در حیات شخصی؟ یعنی که پیش رفته میتونی عقیده ای دنیا را با همین ای دنیا چین کرده ما میتونیم؟ نه، این را ما نداریم. من بسیار متاسف هستم، یعنی که روز تا روز بعضی دوستان میگن که چرا تو برادری عزیز مثال این کارا نمیکنی، یا نمیتوی، یا کمتر هستی، یا کم رنگ شده استودی. نمیدونم. نه برادر، من کم رنگ نشده استودم. من روز تا روز چیزی را من میفهمم و بالای کار میکنم. امروز من بالای خودم کار میکنم. امروز باید من بدونم من چی میخوام آینده. میفهمی؟ من چی میخوام امروز؟ این مشکلی افغانستان هم نیست، سر عینن همین چیز است. کدام چی میخوام نمیدونم. فهمیدی؟ فقط نام میگه که طالب میگه ما کافرو را مسلمان کردیم، در حالتی که ما مردم افغانستان نمازخوان است، مسلمان است، به خدا ایمان داره. خمیت تا باشه درشت هست، نیکی کل خلق نه ما کافرو را سر کردیم. ولی ایش میگه ما کافرو را سر کردیم. ولی باید دیگه میگه با ما کافرو را سر کردیم. این می کافر بازی و کافر سازی خلاص در اونجا. ریال حیات مونده رفته ایستاده است. حقیقت، انسانیت، شخصیت، پیشروی، این در علم است. اینمی دنیا را آموختن. ولی در یک جایی که ما دوستا بود، ما گفتم که دوستای عزیز باید ما در اینجا پیوه مانیم. برای چی؟ برای اینکه پیوه مردم سخت میخرن در اینجا، یعنی که همه چیزا می نوشه در اینجا. نیست آدمی که پیوه ننوشه. باید ما در همون جای خوراکمون پیوه مانیم. برای چی؟ برای که آدما میان خوراک میگیرن، خواهی نخواهی حتی پیوه دیگه میگیرن. این بیزنس است، این پیشروی است، پول کار کردن است. او دوستم گفت که نمیشه، حرام است. حرام باشه چی میکوی در اینجا؟ گفتم نیما اینجا حلال کار میکنم. خیلی گفتم کار کنیم چیکار کنم دیگه. یعنی که اینمی چیزی هست که سر مسئله آمده نمیتونیم. خب ما میبینیم طلبات اینجا چی است. برای ما مبلغ در کار است، کار کردن در کار است، رشد کردن در کار است، پیشرفت کردن در کار. خب نه که این حرام، او حرام، او حرام، این حرام. بعد میره یک کیلو گوشت مرغ، یک کیلو گوشت گوسفند در قیمت میگه مرحمت بگی اینجا مغازین حلال است. میفهمی؟ میره او برای ما حرام میشود که یک کیلو گوشت مرغ با یک کیلو گوشت گوسفند برابر نرخش بخرم. برای چی؟ برای که من برای او مبلغ یافتن ساعتی کاریده، مثال گیریم 2-3 ساعت مردنی خرواری کار میکنیم که ما پول بیاو و ما او را برم یک کیلو گوشت مرغ بخرم که حلال میخرم و حرام است برای من. که در جای ما میتونم او پول ده 5 کیلو گوشت مرغ بگیرم، یا 7 کیلو گوشت مرغ بگیرم بخرم، یا 4 کیلو گوشت مرغ بگیرم بخرم، یا 3 کیلو بگیرم، یا 2 کیلو بگیرم در جای او پول. یعنی که ما بسیار مشکلی ها داریم. ما خود ساخته نمیتونیم، آینده ساخته نمیتونیم، یک جوشیده نمیتونیم. ما 33 سالی که در روسیه هستیم، ما هیچ ساخته نتونستیم. هیچ. نه دوستی ساخته تونستیم، نه دیگر چی ساخته تونستیم، نه بگیم یک چی میگن دیاسپورا حلال ساخته تونستیم. الان هم ما داریم در اروپا دیاسپورا نداره. уже узбек اومدن در اینجا دیاسپورا، در گرمانیا دیاسپورا، در فرانسه دیاسپورا، در انگلیا دیاسپورا، در همه جا دیاسپورای خودشون ساختن. همه جا دا بگیم یک دستانه کار کرده ایستاده، میدون کار میکنن. единственный انسانی که همون
дар Тоҷикистон ҳам бесоҳиб, дар Аврупо ҳам бесоҳиб, дар дигар ҷо ҳам бесоҳиб. Мо ҳастем. мо ҳичка якдигарро пачиняция кардан намехоҳем. ё ки намедонам, як касро пачиняция кард, ӯ инсон сразу бигем тела кардани ӯ даст. Бояд пулша фаҳм куна, зиндагиша фаҳм куна, бояд пулша бигира. Ҳамин салом ку сразу фаҳмд мекуна. Кай мо одам мешавем? Савол. خیلی همه چیز در مردم روسیه هست، شموده همه چیز هست. کی ما آدم میشیم؟ مثال عادی ترین مثال در روسیه یک زمانی بوده پول در کار شد، از یکی از برادرها 500 روبل گرفت. خب وقتا 500 روبل 100 دلار میشد. هم خیلی بود. 100 دلار میشد به فکر. هم خیلی بود. 500 روبل 100 دلار میشد. نه استغفرالله 500 نه 200 روبل گرفتم. 200 روبل. где-то 50 دلار وری میشد. 40 دلار هم خیلی بود. 30 دلار 40 دلار میشد. 200 روبل گرفتم. نمیدونم برای چی بود. گفتم که برادر خیلی اویلیکو ما بگیرم میتونم. خیتون میدونین در آسیا اویلیکو زدش کم میشه و مثلا امروز میتونم پگا میتونم روز دیگه میتونم کمتر زدی رجود میشه. 200 روبل گرفتم. وقتی اویلیکو شد اویلیکو را نداد. چوکادی پولا گفت. من گفتم برادر همین اویلیکو راش داد دورم ما خیتم میدونی که شیت سراز میتونم. همین خیلی اویلیکو 3-4 روز زدش کم میشه و نمیتونم. اومد 3 روز میگه که بته حاضر بته پول. تنبه کرده است. حاضر بته پول ما. принцип رفته است. просто принцип. نمیوزی بته پول ما. من میگم برادر جان خیلی توقت کو خیلی نمیدونم زدیش کشیدیست. نه نمیوزی بته. ابا کسی یک قرض کردیم بایر دادیم مجبور شدیم. گفتیم تو اویلیکو را بته. در این موبایل 3 روز یک مو هم نگذشت. همه میلیسا اومدن قپیدن. بردن هممون پولمون گرفتن. اکای ما مو قنا بده 200-300 سوم در کیسم بود. در کیسه او 500 روبل بود. ما همش حساب کرده حسابم نگاه کردم. کسی 400 سوم، کسی 300 سوم، کسی 200 سوم، کسی 100 سوم، کسی 50 سوم همین قپیدن نمیدونم 12 نفر بودیم 13 نفر بودیم هممون پولمون گرفتن. لیچ رویمون کرده ایاده. اومدیم خونه. خودش هم ایابید گذاشتگی شیشتیم گشنه در خونه یک چای پای نون پون خیلی بچه ها تشکیل کردن گفتن میتونیم بیا که پولمون هم برای گرفتن کسافت روسا قبیله ملیسا تو دستگاه شتگیم همو بچه همو ایواسه است ولی خودش با چیکی نمید چی میگی ای خیلی چیکو کنیم خیلی نمیبخشیمش در آو ریزوی همو گذاشتگی همونو هم یک صدقه میشه و ما ایجا خیستیم گفتم اونا اطراف فلان کنم 200 سم تا دامن نبخشیدی صدقه میشید عروس بگیره مجبور او صدقه میشه و میبخشیشه 200 سم میمده گفتم 2 هفته پیش در تای در اومدی چی کردی استودیو جی بتیکو چی به او را نگفتی که خیلی نداری برادر بیاین همین صدقه در آو ریزای گذشتگان مو یعنی ما این درجه دا اومده رسیدگی هستیم که چیزی در زورمون نمیرسه میکشن میگیرن صدقه حسابش میکنیم نیکی ما با یک دیگر راضی نیستیم عروس بگیره صدقهش میگیم خدامون تسلی میتیم نیکی خدامون در راضی نیستیم آیا ما میتونستیم در 10 سال در اروپا چی کارها میکردیم بله بهترین کارها میکردیم و بهترین پیش میرفتیم نیکی هیچ کار کردن نتونستیم هیچ کار ما لیچ نه اروپا را 0% از سنوات میکنم 0% اگر کدامی هم کرده باشه بیچاره با همون دوادو خودش کوفتن خودش زدن خودش بگیم که کدگی است همون کارشه او یتدت است او حساب نمیشه نه که ما ماسه ساخته نتونستیم خودمون نتونستیم قبول کنین ایرا ما ماسه خودمون ساخته نتونستیم باور کنید میره ولسفید فروشم یک جوی ولسفید رفتم
یه روز یه جوان افغان ولاسپد فروختیسته، مغازین ولاسپد داره تویستونده. این میگه سیزون نیکور است، هم خیلی سیزون ما هم خیلی میگیریم همین چیزا رو میفروشیم. با بعد سیزون ولاسپد زمستون شد، با لیبوسای زمستونه دیگه چیدا میگذاریم. مرحبا. یعنی که چی هست؟ متحدی ترا میبرد یک کار. اگر تو که متحد نباشی، دستگیری کردن نتونی، ما بخیلیم، ایره قبول کنیم، گرین بخیلیم. اینمی اولی میگن که یک از در آوغا غرق میشوه، بعد میگه دست تبته بکشم دست سنمیته، بعد میگه بگی دستی مرا، بعد دست دراز میکنه. ما اینمی درجه هستیم که هیچ کاره پدر جواد نمیکنیم. نفرت داریم، اینمی جمانده نفرت داریم با یک دیگری. ریال اینمی چیزا قبول کنیم. منفیت داریم، برادر جان هستی، اینمی فایدهش برسه جانی عزیزی من هستی، تو برادری من هستی. همین روز اگر نمیدونم منفیتش نرسه، همون روز ازو را چپه میپوشیم، به یگان چی زیدی او دشمنی میکنیم. برای ما نه وجدان است، نه ناموس است، نه ننگ است، نه شرف است. اینمی چیزا قبول کنیم. قبول کنین اینمی چیزا. نداریم همین چیزا. نه قدر هست نه قیمت. هیچ چیز نیست. ما در لبوی جا برآمده که در حالت ما میتونیم اگر یگان مسئله کم بودی باشه بین خود حل کنیم. یا زنگ بزنیم الهیده بگیم برادر عزیزم چی است از نگاه خودت، چی خیلی است نمیشه. نه، باید ما همو ببرویم و طریق اینترنت یک دیگر را جواب بدیم. ما خلق را بشنوانیم که ما او را جواب دادیم، در جواب شد دادیم. ما باید اینترنت دا پوبلیچ نه ما کو جواب دادن نبودم که تو دا نه که یقینا جواب تمیتم برای پیشش جواب دادنی باشی. چی گفتیش در اینترنت؟ کی دا گفتیش چی گفته؟ ما دا میگوی دیگه که لیش ما دا اینترس نیست بین پرابلم های بین شما مثال میگیرم. ما دا ابسالوت اینترس نیست. چی کنم رو؟ ما تو اینمی درجه بگیم که پایان رفتیم، در جای پیشرفت کنیم، بالا رویم. ما خودمون کارتای خودمون در میدان برآورده موندیم. برای همین هم بگیم که ما بی‌قدر هستیم و الان هم داریم. ما برای ساختن آینده خودمون مقصدش نداریم. نیست. ما نتونستیم نه درجه بسازیم نه در روی بسازیم. انقلاب میخوای؟ ها میخوام. بعد انقلاب چی میخوای؟ زندگی زور شود. چه خیلی زور میشود؟ تو چی سهم گذاشته میتونی برای زور شدن زندگی؟ هیچی نمیدونم. نیست همین چیز. فقط خواهشات هست. ایدئولوژی وجود نداره. میدونی فقط هم پیشک میگه مسکه خواه میبینه. خلاص این خیال خام ما است. ما با خیال خام نه آینده ساخته میتونیم نه امروز ساخته میتونیم. ما برای ساختن آینده امروز باید خودمون ساخته نشان میدادیم که ما چیکار کرده میتونیم. امروز باید ما خودمون میساختیم. مردک بوری ما خودمون ساخته نتونستیم. ما در اروپا نتونستیم خودسازی کنیم که با تمام امکانیت با تمام شرایط که باید امروز تمام جوانو بهترین بگیم کار، فعالیت، تجارت، خواندن، ملادیجا را برای مبلغ در کار است خوانوندن. مبلغ در کار است که او را بخونونی. میبخشی با تاکسی با دستافکا مبلغ نمیشه که شکم قرار است این کارو. این کارو خطی نمیتونی که تو یک کارو یک کس بخونونی، یک کس یک کاری دیگه کنی یا که پیشرفت کنه. این چیز نمیشه. یعنی این کاری که ما داریم شکم قرار است در اینجا. همین کارو در روسیه هم میکردیم. همین کاری که همینجا داریم همون کاری روسیه را کرده ایستادیم. همینجا باز تاجیکا پس ردنیک دیگر تاجیکا را برده در کار از او حق گرفته ایستاده. ولی من یک چند تاشا در نیوش جمع کرده ایستادم. ولی او را من پال نراز گفتی همون گپا که کمپلکت جمع کنم او را کی بدنشونم ماشم او جای افتستم.
بعد ما قطعی با دیگه خیلی گپ میزنم. همه جمع آمده اوجه ما خط فروشی را سر کردیم، تاجیکستانی فروشی را سر کردیم. در جایی که ما او را پیشتر بریم یک دستگیری کنیم، تجارت کنه، اوستا سرویس ہوی کنه، دیگرش دیگر کار کنه، ما او را وارده در سترویکا دوختیستیم. با همه جمع پس ریدینگ پیدا شده. اینو ما گبزه، اینو ما گبزه جا کارت حل میشه. یه روز در یک جای تخص موتور ایستادگی و ماشین تخص موتور بگذارونم ایستادگی، اون تخص موتور قد گپ زدیم، قد صحبت کردیم. وای کجا هستی؟ گفتم که از تاجیکستان هستم. و گفت که ای تاجیکستان من شناسا دارم. یک دو تا نام گرفت. گفتم نمیدونم، نمیشناسمش. گفت که آدما را او پیش من روی میکنه برای تخص موتور کردن. همونجا ایستادگیم که خیلی آدم اومده استن. گفت که نمیاد آدمای همو هست. بعد نزدیکتر شده شدم. گفتم که چی گپ میزنن؟ خیلی اومده است روسی گپ میزنه. میگه که ما آدم همویم، همو روی کرد من. یعنی یک جو تخص موتور گذاشتن باید آدم او باشی، یعنی اینام او بیای اینجا ماشین تا تخص موتور کنی بود. یعنی اروپا را ما ریده ایستادیم، ولی خدامون جای خودمون ریدگیمون، روسیه را ریدگیمون یک طرف مونیم دیگه جورا. ما اوج اروپا دا این چیزا کده ایستادیم. میره اینام ما گبزه یا جو دا میره و قطعه کس شنوس میشم، ما تا دا آدم روی میکنم میره اینام ما گب میزنه. هر تاجیکش ببینی، هر کس ببینی، تو فلان جا برو فلان آدرس، اینام ما گب زد سرازا میکنه میتن. یکی من میدونستگیم، من گارانتیتون میتونم همین تخص موتور اصل بدگی نرخش اگر بگیم که $20 باشه یا $25 باشه، از اما نام همون می اومدگی انسان ها در همیجا باور کنید $70-80 پول میگیره تا $100 پول میگیره. 300-400 زلوت شونه میگیره، قریب $100 پول میگیره. خودش 80 زلوت است، یعنی $20 است بگیم ارزشش. نه که $100 شونه میگیره. اینو می اومد برای چی؟ برای که او گفتگی است که من دادم روی میکنم تو پول را قدری بگی. بعد ما اومدم، ما هر یک ماشین روی کردیم ده قدری پول ما دادیم. بیزنس уже یورا ما تلقت کردیم ده давай ما توجیکو را روی کنیم، شما توجیکو زیادکا بگیرید. توجیکستانی جو ده جالب نمیکنن، نمیدونن یا نمیفهمن. давай فقط اینو ما تپید کرد. روزی درست اینمی بگیم هم ما کجوی ده شنوس است. ای تخ ماشین چخل تخص موتور کنیم، ای لوبوی تخص موتور ده برا فرق نداره، شرط نیست از نومی کسی برا. لوبوی تخص موتور ده برا بدرو چی است؟ میگه که دیگرو کو اول میره تخص موتور ده کو میگم ماشین بالونش کنه تا یا نمیدونم کم همین ماشین ما میگذاشته باشه تخص موتور یا نمیگذاشته باشه. میگه ما دور مودم او فرق نداره، نیمی ماشینت نباشه کو تخص موتور میکنه میته. نه این چیز دروغ است. ماشینت میگذره، لوبوی نبودی ماشینت میگذره. اگر کم یگان جوش درد داشته باشه میگه کی نمیشه علیش کرد، خلاص میره اونجا را علیش میکنی میای میگذره. نیکی یا چی میکنن که نامو رفتن اونجا را علیش نکنن، ماشین اورین سیتواسیا باشم های کنن. اینامی فلانی میوین هم خیلی تخص موتور هست که شدگی هستن هم خیلی میوین اینامی او چی میپوشه جای ویرانیش ده ماشینش هم میگذرونه میته. اگر ماشینش هم تخص موتور میشه $20 باشه، او جای علیش میکردگیش یا $20-30 دیگه باشه، اگر $50 شوه ای $100 شم میگیره یا $150 شم میگیره. میگه نمی جوایران اینه که برای علیش که میگه نه که برای علیش که ما میگذرون میتون برای علیش که میگذرونه میتون. ما هم ایجاد خدمون کاری آسان میکنیم، تیستر کارمون بود شوه. بعد نم خیلی پس ریدنیکا پیدا میشه. ولی ما چند تاشا بگیم جلش جمع کردگی هستم، ای پشتش کارشم کرده ایستودم. ما او را در ریشش او میریزم در اینجا. ما او را خیلی نمیمونم که بگیم خلق توجیکا بفروشه و کاری دیگر کنه. انا بعد یو چیکار میکنن در اینجا؟ ایو داکومنتوی شما را که ای تاجیکستان میآیند جوانو در اینجا داکومنتوی شما را الیگ مالیگ میکنه که تو که داکومنتوی شما نگذره یک برده، دو برده، سه برده کارتا دا نگذره. اینو سپیچال نمیکنن این کارو را، همون بگیم بالا بدگیش. برای چی؟ برای که شما داکومنت داشته باشین اونجا پچینت نمیکنین.
شما پکا ждать کردین کاغذ میگیرین هیچ جا رفتن نمیتونید. شما ببند غلام پسردیکاتون هستید. یعنی ما در اینجا باید اومدیم بگیم که بیست ما یه بار همین شطر را در روسیه خوردیم، به قدر به آب روشیدیم، دهنی گپی دهنی مردم شدیم، شطای تای اروس شدیم. این چیز با ما درس نشد که ما اروپا اومدیم این خطاگی را باید نکنیم. ما اروپا اومدیم متحدی را سر کنیم، ما اروپا اومدیم دستگیری را سر کنیم، ما اروپا اومدیم باید دیاسپوره حلال بکشویم، نه مثل روسیه برای نمیدونم هم میجوده دزد غارتگر اومده دیاسپور شدن. ما باید حلال بکشویم، حلال کار کنیم، مردگواری کار کنیم، چسنا کار کنیم، خواندگی را جلب کنیم، بوغالتریای خودمون را بکشویم، رنگ ازبکستان برین، دیگر چیزهای خودمون را بکشویم. هر جایی که ما تجارت یک کاری باشه اگر استو را بیاریم افتا سرویس روی کنیم، ماشین ساز کنیم، столовый ҳуй кунем, магазин ҳуй кунем, маҳсулоти тоҷикистона биёрем дар намоиш бигзаронем, на фақат рақсу бозиву духтарои тоҷикистона киста чакан гуфта дар ҳамаи ҷо бигирем бигардем. мо бояд як традитсияи худмон қати пеш бурем. дар инҷа фақат традитсияи мо ғуломфурӯшӣ аст. ба худо қасам ғуломфурӯшӣ аст. агар ҳамун замоне ки мебуд агар ман ёро бебанд дор мекашидам ҳамин пасредникора бешӯхӣ ман мегӯм ҳамин кора ки ман ёро бебанд доршон мекашидам. неки ҳаст дар инҷа ман спискам даст ҷамъ карда истодам. ман ёро ҳамаша меборам через политсия факт далел аснодош қати через политсия ман ёро дафт мекунам инҷа ки иё инам хеле ғуломфурӯшӣ қати сари кор дора. дар 30 злот 35-40 сум мегира, дари бигем 20 сум 25 сум мета. уҷада и бечора коғази хонда наметуна полша гира. уҷа пир кардаги аст мега инам поёниш да имзо ка оилико та гирифтӣ. ӯ имзо мекуна оилико ма гирифтам гуфта дар уҷа навиштаги аст ки ман ҳамаи пул ма гирифтам ва ӯ аз пули худаш страховкаву дигар чизора мегардонад. асл и ҳаққа надорад. бояд работодательтра налоги страховката бита. неки имзо мекунӣ аз пули ту мегардона мета, аз пули додагии ту мегира мета дар уҷа. хоб яъне инам хеле як аферизм мошенник дар инҷа мо зиёд уҷа рушд карда истодем. агар ки мо бо ин чизо баротса накунем ҳаминҷа будаги инсонҳо ҳамин хел пасредникора мошенникора ҳамин хел мобайндирора агар ки мо решашона гуфти ҳам гапо ову накунем дар инҷа кам кам бовар кунем 10 сол намерава 5 сол намерава беқадртарин миллат дар аврупо тоҷик нашава мисли россия барем. ҳар чизе нашавад тоҷик кард нагар дарӯи матуф кунем. дарӯи матуф кунем. ман инамира ҳозир мегӯм то шумо. барои ҳамо бояд мо ҳамаи ҳамин корое ки дорем эмомалиро як тараф бимонем. аз эмомалӣ бадтар дар аврупо пасреднико ҳастанд. бояд дум ё бигардем. ҳар як сохтмон стройка дигар ҷо бояд ёро бигардем бифаҳмем боомӯзем худомонро коргар карда бирем намедонам корковӣ карда мерем. ҳар чизе ки мекунем мерем ҷавонҳоро пайдо кунем. унам хел пасредникора пайдо кунем информатсияша ку чӣ хеле пул мета одамода чӣ хел пул дода истодааст. инора ҷамъ карда бо мутобиқи қонун ҳамаи ёро бигем ора дафт кардан дар кор. ва агар на мо инамиҷа ғуломфурӯширо бо сар кардем. инамиҷа мо ғуломфурӯширо сар кардем. ман барои ҳамон мегӯям ки мақсади инқилоб чӣ аст аз қафош номаълум. мехоҳӣ инқилоб? мехоҳам. чӣ мехоҳӣ баъди инқилоб? номаълум. оё ту баъди инқилоб як намедонам як барнома шакли давлатсозӣ чӣ мешава оянда? номаълум. номаълум, реально номаълум. ҳоли лулӣ чӣ мешава? ҳоли лақай чӣ мешава? ҳоли қалиқ чӣ мешава? ҳоли дигариш чӣ мешава? дар тоҷикистон хеле қавмҳои зиёд қарор дорад. чӣ мешава? номаълум. мо тоҷикистон месозем. мо як тоҷикистони бузургу гулгулшукуфон месозем. фаҳмидам. чӣ хеле гулгулшукуфон ҳозир ҳам эмомалӣ давои гулгулшукуфонӣ дорад. яъне чӣ мешава дар уҷа? чӣ кор мекунем? то имрӯза як кас дар ин савол ҷавоб дода наметавонад. аз он ҷумла ман худам. чӣ кор мекунем? номаълум чӣ кор мекунем.
نامعلوم با براتسا میکنیم در او درون فردا میره یعنی امام علی رحمان براتسا داره کنکورنت توی خودش قاطی خلاص باز فردا کنکورنسیای خودش قاطی براتسا داره این ولی ما اول تاجیکستان رفته در همه اروپایی را سر کردگیم شروع شدیم زده استیم زید یک دیگرمان تا گنده‌ای تا دروغ میگوی تا دروغ میگوی تو فن میکنی تو تری میکنی تو تری میکنی تو نمیتونی تو میتونی تو رفتی تو نرفتی تو میای تو نمیای چیزا را ما داریم در همه اروپا داریم ولی کجا رسه اینجا ما یگان امکانیت نداریم اگه امکانیتی مثل امام علی در دست ما باشه تو تیکل توتمون کل پنجه پریشان شکر 70 رو 80 رو شمشیر را بگی و یک دیگر را بزن فقط زندان که تهمت که بپران محکمش که قتلش که کشتارش که هیچ که فکری پیشروی را نداره هیچ که نیست فقط ما داشته باشم دیگری ها باید ما را عقب ما یک کس دستگیری کنیم این چیز نیست ما یک کس پیشبری کنیم این چیز نیست ما یک کس ایده بودم این چیز نیست ما یک جای مسئولیت کنیم یک چیز پیش کنیم کار کنیم این چیز نیست نیست این چیز فهمیده برای همین از انقلاب دوران 10 سال میشه و انقلاب همچه ایدئولوژی سالم باشه برای مردم کنکریت نبخیزی پیشنهاد کنی که مردم این خیلی ایدئولوژی میشه خب حاز یک اپوزیسیا بخیزه بگه که فردا در تاجیکستان خلق همچو یک اینا ملت هستند همچو یک ملت قبول کرده میشه و بگیم یعنی در حوزه سیاست اینا تصمیم گیری میشوند با برابری ما برای که اینا فرزندای همین سرزمین هستند و اینا ملت هستند ما نمیتونیم یورا زیری پاکنیم تا لولی و دیگر اینا باید در پارلمان نماینده داشته باشه یعنی که رئیس از خودشون باید باشه اما ما کار کنیم یک جوری همین گپ بگه فردا اگر همه برآمدم را تو خوین ملت تو ازبک تو وطن فروش میفهمی وقتی یک سیاستمدار میترسه از خلقش ایدئولوژیش پیشنهاد کنه او سیاستمدار شده نمیتونه نیست من ندیدم نخی برای نر واره بگه ای برادر مثل ما دیگر هم انسان است مثل او دیگر هم انسان است خب برای اون که فردا در انقلاب در بر ما باید اینش بیسته باید ما حق او را باید جدا کنیم زشتو ما برم انقلاب کنم این مثال یک سوال خلق برای چی بیا انقلاب در قطیت کش شود لقای برای چی بیا قطید انقلاب در کش شود لولی برای چی بیا قطید انقلاب در کش شود خب قطغم برای چی بیا قطید در انقلاب کش شود дару дурун ҳоли оймон ҳастай калтатой ҳастай барлос ҳастай ҳамаи ҳамиҳо барои чӣ биёянд яъни 2-3 миллион нафар барои чӣ биёянд қатъи дар инқилоб куш шаванд ҳамаи ҳамино 3 миллион зиёд ҳастанд конкретно 3 миллион мебироянд барои чӣ биёянд ҳамиҳо баҳри туда куш шаванд инқилоб кунанд барои чӣ инқилоб кунанд ина мо 90 омадем инқилоб дар куш шидем барои чӣ куш шидем оқибаташ чӣ аст мо намедонем оқибат чӣ یعنی ما فقط کورکورانه باید خود کنیم نه باید ما کور خود نکنیم باید ما مقصد داشته باشیم ما هم انسان هستیم خب مردم بدخشان برای چی بیاد در انقلاب کش شود در بر ما چرا نیستن امروز خب اگه یک علیم شیرزمان اگه دیگه یک آدم اگه دیگه نمیشود در کل جامعه بدخشان جواب بده یک آدم دو آدم هست طرفدار یکی برای چی بیاید کش شود خلق چی انتظار باید شود فردا با армия دختر زده کشتنده یا که او را مجبور شما تاجیک گفتنده نه وقتی نمیخیل مقصدها معین نیست یکی از امو تیک بدن مردم تاجیکستان خلقیت تاجیکستان سری انمی بیه میرسه که ما مقصد نداریم
میفهمین؟ هر که باید چی باشه؟ ما باید در اینجا رولت کنم، اینجا ما باید رشد کنم، ما فهمید؟ یعنی دیگر انسان باعث یک انسان قبول نمیشه در تاجیکستان. دروغه برادر جون، این دروغ است، نیست برادر جون، فقط منفیت است کنکریتی. و باید نه منفیت ها معین باید باشه بالای کاغذ دست ماندگی. فردا تو برادر لولی هستی و تو حقاتی نه حقات داری. فردا نو لولی میخیزه میگه بیا من حق پیدا دارم در اینجا، یا کی نمیدونم دیگر کس، یا یک سعودی، یا نمیدونم دیگر جا. یعنی انقلاب نمیشود در تاجیکستان سببی نمی است. یکی از سبب برای چی یک کس بیاد فرزندوش جان شبته خون شبته بخیزه میدان ده ببرویه جانی خود شبته فرزندوش یتیم کنه. برای چی؟ برای نمیشه یک آدم میدان میبروید برای آینده فرزندش میبروید. او ببروی خود قربان کنه فرزندی آینده چی میشود؟ هویت فرزندی و روحیت فرزندی و ملیت فرزندی و چی میشود؟ هیچی. اون هیچ وقت نمیبروید برای تو ببروی میدان ده جان بده. نیست. ما روز درست خودمون با خودمون برابر زده گشتن میگیریم در کوچه ها نمیدونم تتر انقلاب. امروز اومدیم بین خودمون شپیدیم دیگه. بود چی درامانو بود چی دوزی ما دوریم بین خودمون میزنیم. بگی بچه همین قانون اروپا اجازه نمیده نباشه ولی سر یکدیگر در لشکر میکشیدیم، طرفدارا با طرفدارا میزدن، ولی خونه‌های مردم حمله میکردن میرفتن. همینجا ما در استرالیا زدگیم نوای بیا عوام خونه ما قاعدون عامو آنجا غلیاز تو چخمال تا تاریخ نمیزن جابیم ما تاریخ تو دیاد بتو. یعنی مقصد چیه؟ جابیم متر بیا استرالیا بزنیم بیا مقاطعه سه چهار نفره بیام طلبوی ترا حمله کنیم بگیم که تو دروغ میگویی متر مجبور کنیم بزنیم. با این حشراتی ما کجا میریم؟ کجا میریم با این عقیده حشراتی ما؟ یه حشرات که عقیده است. یک کس یک تاریخ مونده نتونه، یک کس یک استاتیا نوشته نتونه، یک کس یک نمیدونم یک کمبودی را گفته نتونه. همین که گفتی یک چیز را تو باید گفتی. با خدای نمیگه علاج ندارن. اگر علاج داشته باشن سر یک دیگر لشکر نکشن، اگر یک دیگر را نکشن در روی مطوف یعنی خون اروپا اگر روز کمتر سازید. اگر روسیه میبود ولی همین مردم در روسیه بیژنس میبودن کو افغانستان در بیژنس شده همین کار نشان دادگی سر یا دیگر لشکر کشی پروندن مرده ها در کوچه ها مونده رفتن. یعنی این قصهاش همش هست. ایلاگر با ایلاگر جنگ کردن دو مهاجر کشتن یک دیگر را پروندن در اوجا چنقه ولی خب هستن این مسئله را نمیگن که این مسئله همش هست. اگر نمی مهاجرتی ما در روسیه میبود اگر باور کنید ما در رحمانوف در کار نبود ولی ما خودمون زده کشته تمام کرده خودمون رو میزدیم میکشتیم. همین کدامی با عقیده ما راضی نیست ما او را میکشتیم. ولی رحمانوف زندان کردیسته کو ما میکشتیمش ریال مردم میکشتنش. روی میکردن با سر شده ما را بکشین میگفتن با عقیده ما راضی نیست یا با فکرهای ما مخالفت میکنه بکشین باور کنید. ولی ما خودمون یک اشتباه شد که همین پوتین میگفت که ما همین مخالفه را در روسیه جا میتم در اینجا بیاین مبارزه برای همه را او بیش میداد در روسیه هیچی نمیگفت نمیداد امام علی رحمون ده نمیداد. ولی این روز کو مخالف نمانده بود همه یک دیگریش زده کشته قرش برو آورده بود ریال ما میگم اروپا نمی اومدن همونجا میشتودن. پوتین کم تر امام علی دیوانه بود عقلش نمیگیره کم تا فینانسیر بود میکرد پول روی میکرد پوتین ده میگم مخالفای ما ده بته ماهانه بته یگانسوم همینجا بیست نروانوس اینه این روز خودشون یا دیگرشون میکشن برای اونجا کشتن آسانه هیچ که هیچ کارا نمیپرسه. ولی پیستولیت هم میگرفتن میومدن سر یا دیگر
همین جمعیت پرون هم کردن گو بلو یک دیگر پیستولیت کشی کردن و رزینی به پیستولیت قطع. اینه به رزولتات هست دوستی عزیزم. قربان چشم شیوی هر یک تای شما جونی بوش ما هم خیلی هستیم. ما بسیار بگیم که از تمام چی دور هستیم. ما عقیده ملی نداریم، عقیده دولتی نداریم، عقیده بگیم هویتی روحیتی وطن سازی نداریم. فقط ما میگیم ما سر قدرت بیام من در خلق آواز بتا بعد ما چیکار میکنم، بعد ما همین چیزی که من میخوام هم خیلی میکنم حکومت. یعنی اینمی عقیده هستم. برای همه انقلاب قین شده است. برای چی انقلاب دیر میشه و گفتگی سوال همی است. ما خودسازی نداریم. اگر ما میداشتیم ولی الان ما خیلی بگیم قدم به قدم اونجا اینجا خودمون رو میساختیم و دیگه جدا میساختیم و دیگه جدا میساختیم و دیگه جدا. ما فقط نمی صدقه و سوسیال در خوبیم. ما صدقه و سوسیال خدا میکردیم. اگر یک صدقه کنیم میخریم سوسیال تا میخریم. این نمی احوال داریم. بله ما میدونیم این چیز سختتر میرسه در ما در همون آبش جامعه ما نیکی همین چیزا باید ما در قصهش باشیم، در قصه همین چیز باشیم. همون اون چیزهایی که از خود داریم باید دور کنیم. این نه تنها در ما داخل داره، نه تنها در اروپا، بلکه در روسیه هستین، در قزاقستان هستین، در هر جایی هستین. کوشش کنین 20 نفرین، 30 نفرین، 40 نفرین، یعنی خودسازی در کوشش کنین. یک بدن، یک دیگر خطی، یک کس خانوندن، یک کس تجارتش در یاردم کردن. همین یک کس اگر یک تجارت بکشاید در اونجا میتونه که 5-6 کسی دیگر کار کنه. شاید کنین یک کس تجارت کنه 5-6 کس دیگه در اونجا کار میکنه. مرحمت. ما اگر 10 تا خیلی تجارت بکشیم 5 کسی 6 کسی کار کنه اونجا 50-60 نفر دیگه خیلی تاجیکستانی خودمون در خودمون به خودمون صاحب کار میشیم. نه کوچروی کس دیگر کس بلکه از خودمون میشیم. اگر ما 100 تا خیلی جا داشته باشیم اونجا 500-600 نفر دیگر تاجیکستانی خودمون به خودمون صاحب کار میشیم. دست نگری کس نمیشه، کوچه کس نمیرویم، کماند و کس گوش نمیکنیم. در یک گفته ما خودکش بیگانه پرور خلاص. ما بیگانه را برای خودمون یک نمیدونم اولیا میدونیم اما خودی را یک موسر میدونیم. ما خودکش و بیگانه پرور هستیم. یکی از سببی که انقلاب نمیشود همین است. قربان چشمای هر یک تای شما تا آن وقتی که ما مقصد آینده تاجیکستان یسن بالای کاغذ نمیاد خوش رو چی مقصد ما داریم و چی کار میکنیم ما نمیتونیم یکون کار کنیم. ما بد میشیم و بهنه. این چیزا باید ما نقص باید بدانیم. باقی سلامت سربلند خانوباد باشه. قربان چشمای هر یک تای شما. پدرود تو با درودهای